شما اصفهانی هستین؟ خیر. از کجا تشریف آوردین؟ استان لرستان. یه ضربه میزنیم و انعکاس صدا رو توجه کنیم. نادر رو دیدم. این هم نادر شد. اینم که شام آخر عیسی مسیحه و حواریونش و حیف از این رودخونه فصلی زیبا که الان مدت هاست خشکه. حالا این شد یه چیز. ببین دست شما آدم به خونه خلافه داره درد نکنه برو میگه خدا. سلام، من آزاده هستم و امروز اومدیم اصفهان رو بگردیم و به انتخاب خودم 5 جا رو در نظر گرفتم که با هم دیگه تاریخچه‌اش رو بدونیم. با من همراه باشید. شما اصفهانی هستین؟ خیر. از کجا تشریف آوردین؟ استان لرستان. خب میدونید معمار این بنای تاریخی کی بوده؟ نه اطلاعات خاصی ندارم راجبش. امروز انشالله اطلاعات بیشتری کسب میکنیم. خب در مورد خطاط آیه ها چی؟ در مورد اینا هم اطلاعی ندارید؟ خیلی متاسفانه. میدونید در چه دوره‌ای ساخته شده اینجا؟ فکر میکنم دوران صفوی. کدوم پادشاه؟ شاه عباس. ممنونم. این مسجد مهمترین مسجد دوران صفویانه که از اونها باقی مونده. در دوره شاه عباس اول شروع شده و در دوره شاه سلیمان تموم شده و معمار این مجموعه یعنی مسجد شاه آقای علی اکبر اصفهانی هستش و قسمت هایی که آیه های قرآنی نوشته شده دستخط آقای علیرضا عباسی هستش و اینکه ارتفاع این مسجد 52 متره و بلندترین منارش یا همون مناره اصلیش 48 متره. یکی از ویژگی های این مسجد سقف بلندش هستش که صدا به شدت اینجا منعکس میشه. توی این نقطه یه ضربه میزنیم و انعکاس صدا رو توجه کنیم. مسجد شیخ لطف‌الله در واقع مسجد اصلی شاه عباس بوده و به دستور شاه عباس ساخته شده و همونجوری که بهتون گفتم یکی از زیباترین کاشیکاری‌های بناهای مذهبی جهان محسوب میشه. این بنا توی دوره قاجار خیلی تخریب شده بوده و در دوره رضاشاه بازسازی اون شروع میشه و تا به امروز بازسازی این مسجد ادامه داشته.
کاخ عالیقاپو یک بنای 6 طبقه هستش که در دوره شاه عباس اول ساخته شروع شده و احتمالاً تا دوره شاه عباس دوم به اتمام رسیده. جایی بوده برای جلوس بزرگان که معمولاً شاه و اطرافیانش از اون استفاده می‌کردن یا اگر مهمونی از خارج از کشور داشتن. این میدون پیش از دوره صفویه و پیش از اینکه اصفهان به عنوان پایتخت صفوی انتخاب بشه به عنوان یک باغ وجود داشته، باغ نقش جهان. یعنی در دوره تیموریان یا آقای‌الوها مرکزی برای اعدام‌ها بوده و برای روزهای نوروز هم اینجا جشن برگزار می‌شده تا دوره صفویه که در واقع این بنا ساخته میشه. معمار این اثر هم آقای اصفهانی هستش، محمد رضا و علی اکبر اصفهانی هستن و تمام دیزاین هایی که برای این مجموعه استفاده شده توسط آقای علی رضا عباسی کار شده. در دوره صفوی اینجا میدان چوگان هم بوده که شاه از این بالا چوگان رو تماشا میکرده و مردم هم میتونستن این بازی رو اینجا تماشا کنن که در واقع چوگان همونجوری که میدونیم اولین بار یک بازی ایرانی بوده که به جاهای مختلف دنیا هم رفته. خب سردر بازار قیصری هم همونجوری که میبینیم اونجا هستش و قبلا این بنا 3 طبقه بوده اما یه طبقهش خراب شده و الان یک بنای 2 طبقه است و ورودی مردم به بازار از اون سردر بازار قیصریه بوده. خب ما از میدان نقش جهان دیگه خارج شدیم و حالا داریم میریم به سمت کاخ 40 ستون که خیلی هم به هم دیگه نزدیکن و ما این مسیر رو داریم پیاده میریم و از این درختای چناری که شاه عباس اینجا کاشته لذت میبریم. این اسکوترها هم که میبینید اجاره میدن، ایستگاه‌های مختلفی داره و شما میتونید از هر ایستگاهی اسکوتر اجاره بکنید و هر مدت زمانی که میخواین ازش استفاده بکنید و یا به ایستگاه بعدی یا به همون ایستگاه تحویلش بدید. و اینم به نظر می حرکت جالب از شهرداری اصفهان بود و ما یه اسکوتر هم اجاره کردیم و دور تا دور میدان نقش جهان رو با اسکوتر رفتیم. وای پارکاشون هم خیلی قشنگه. خب ما الان کاخ 40 ستون رو جلومون داریم و داریم به سمت کاخ 40 ستون حرکت می‌کنیم. الان هم آخر شهریوره و همچنان اینجا شلوغه و مسافرها دارن بازدیدهای خودشون رو تا لحظات پایانی شهریور ادامه میدن. خب این هم از کاخ 40 ستون که در واقع 40 ستون نداره، 20 ستون اصلی داره و چون این حوض بزرگ رو کنارش داره و انعکاس این چوب‌ها توی این حوض دیده میشه به 40 ستون معروفه. حالا یه روایت دیگه هم هست که میگن پیشتر 40 تا ستون داشته و خراب شده، اما روایت اول روایت درست‌تریه. نگاره هایی که اینجا استفاده شده هر کدومشون مربوط به یکی از جنگ هایی هستش که پادشاهان صفوی داشتن. البته همشون هم که جنگ نبوده. مجلس پذیرایی شاه عباس دوم هستش. خود شاه عباس رو هم اینجا میبینیم. خب این هم یه مجلس پذیرایی در دوره شاه عباس اول هستش و ایشون هم خود شاه عباس اول هستن. این مجلس پذیرایی شاه عباس اول از ولی محمد خان فرمانروای ترکستان هستش. شاه اسماعیل
خب این جنگ بین شاه اسماعیل اول و سلطان سلیم عثمانی اتفاق افتاده که متاسفانه با شکست شاه اسماعیل اول به پایان میرسه. این هم مجلس مهمانی شاه طهماسب اول از همایون پادشاه هندوستان هستش. این هم یکی از نبردهای شاه عباس یکم هست با شیبک خان ازبک که شکستش میده. خب این هم نبرد کرنال هستش که مربوط به نبرد نادرشاه افشار با محمدشاه گورکانی پادشاه هندوستان هستش که در نزدیکی دهلی اتفاق افتاده و با پیروزی نادرشاه به پایان رسیده. خب بریم نادرشاه رو پیدا بکنیم. نادرشاه رو دیدم. این هم نادرشاه. خب الان اومدیم به منطقه ارمنی نشین جلفا در اصفهان. اما چرا ارمنی‌ها به اصفهان مهاجرت کردند؟ در دوره شاه عباس اول به دلیل اینکه دو امپراتوری بزرگ عثمانی و صفوی با همدیگه بر روی منطقه ارمنستان رقابت داشتن، شاه عباس میخواست منطقه ارمنستان رو باز پس بگیره. پس بنابراین ارمنی‌ها به سمت ایران ابتدا تبریز و بعد به سمت اصفهان کوچ داده شدن تا یک بتونه اون منطقه رو پس بگیره از عثمانی‌ها و دومی که تجارت ابریشم که مختص ارمنی‌ها و منطقه قفقاز بوده توی ایران در جریان باشه. پس بنابراین اونها به این منطقه اومدن و در اینجا اسکان کردن و این کلیسا رو هم به یادبود منطقه خودشون ساختن. اینم که همونجوری که می‌بینید از تولد عیسی مسیح تا به پیامبری رسیدن و عروجش رو می‌بینیم. ما توی همه ادیان بهشت و جهنم یا همون دوزخ و بهشت رو داریم. اینم که شام آخر عیسی مسیح و حواریونش. خب رسیدیم به این ساعت آفتابی که از ساعت 6 صبح شروع میشه تا ساعت 6 بعد از ظهر. اما حالا این چطوری کار میکنه؟ این نشانی که این وسط قرار گرفته با توجه به طلوع و غروب خورشید یه سایه‌ای میندازه. الان که ساعت 5 بعد از ظهره، سایه این نشانه افتاده سر ساعت 5.
حالا کمی از 5 عقب تریم. پایین سایه رو اگر نگاه کنیم میبینیم نرسیده هنوز به 5، تقریبا 4 و 47 دقیقه تا 4 و 50 دقیقه رو داره نشون میده. انواع اقسام ساعت ها وجود داره که این ساعت آفتابیه که در گذشته از این نمونه ساعت ها استفاده میشه. شاه عباس برای توسعه شهر و سرسبز شدن شهر از شیخ بهایی کمک گرفت و این مادی ها رو سر و سامون دادن تا توزیع آب توی شهر به صورت عادلانه باشه و باعث سبزی شهر بشه. خب اینم از مادی ها و اینم بستر زاینده رود خشک و پل مارنان که داریم میبینیمش و حیف از این رودخونه فصلی زیبا که الان مدت هاست خشکه. ممنونم که امروز همراه هم بودین و امیدوارم که از این ولاگ خوشتون بیاد و من رو در چنل یوتیوبم سابسکرایب کنید و لایک ها و کامنتاتون فراموش نشه.